و طبیعتی بکر و زیبا. قلعه تاریخی رودخان، 23 کیلومتری جنوب غربی شهر فومن، استان گیلان. این قلعه یکی از برجسته ترین نمونه های قلعه های کوهستانی در ایران است که با مساحتی بالغ بر 22,000 متر مربع بنا شده. قلعه رودخان به دلیل بنا شدن بر روی 2 قله به 3 بخش غربی، شرقی و میانی تقسیم شده. قسمت غربی آن که بر روی شیب تند کوه بنا شده، محل زندگی حاکم و نزدیکان وی بوده است. این قسمت همچنین از 2 بخش فوقانی و تحتانی و یک ایوانچه تشکیل شده که این ایوانچه محل خوبی برای نشستن و تماشای قلعه و اطراف آن بوده است. قسمت شرقی قلعه محل فعالیت‌های نظامی، زندان و استراحتگاه سربازان بوده است. و اما قسمت میانی بنا، دروازه اصلی در آنجا ساخته شده که در پایین ترین سطح قلعه قرار دارد. در میان قلعه، یعنی در عمیق ترین محل آن، چشمه آبی گوارا وجود دارد که آب مورد نیاز اهالی قلعه از آن تأمین می شده. از شگفتی‌های دیگر این بنا وجود 40 برج دیده‌بانی است که هر کدام با طول 500 متر دور تا دور قلعه را احاطه کردند. این برج‌ها دارای اتاق